سلام، به کانال منارت فود خوش اومدین. تو این ویدیو با من همراه باشین برای درست کردن کوکوی پیازچه، یکی از غذاهای بسیار خوشمزه، لذیذ و آسونی که میتونید به عنوان وعده شام تدارک ببینید و از خوردنش لذت ببرین. پیشنهاد میکنم حتما با این روش امتحانش بکنید. برای شروع باید پیازچه هایی که شستیم رو خرد بکنیم، مطابق تصویر برش بزنید. نیاز نیستش که خیلی ریز خرد بشن، همین حد که باشن کافیه. ممنون میشم کانالم رو هم سابسکرایب کنید برای حمایت و ویدیوهای بیشتر. این پستم اگه دوست داشتین لایکش کنید. بعد از اینکه تمام پیازچه ها رو خرد کردین، داخل کاسه بریزید. حالا مقدار جعفری تازه رو هم خرد میکنیم و به پیازچه ها اضافه میکنیم. جعفری عطر و طعم بی‌نظیری به این کوکو میده، اما میزانش همونطوری که مشاهده میکنید به نسبت پیازچه باید خیلی کمتر باشه. جعفری هم نیاز نیستش که خیلی ریز بشن، به همین شکل که باشن کافیه. حالا جعفری‌ها رو به پیازچه‌های خرد شده اضافه میکنم و نوبت اضافه کردن گردوهایی که به صورت نیمکوب با هاون دستی خردشون کردم. گردوها بهتره که کمی دندونگیر باشن و اضافه کردن ادویه هایی که شامل پودر فلفل سیاه، پودر سیر، نمک و پودر آویشن هستش. حالا تخم مرغ رو هم به مواد اضافه میکنم. کوکوها همونطور که میدونید بر پایه تخم مرغ هستن، بنابراین باید به میزان تخم مرغ بهش اضافه بکنید که کاملا آغشته به تخم مرغ باشن. در غیر این صورت ممکنه که توی تابه انسجام خودشون رو نداشته باشن. اینجا من احساس کردم یه مقدار تخم مرغ کم هستش و نیاز داره که بهش اضافه بشه، بنابراین باز هم یه دونه تخم مرغ دیگه اضافه کردم بهش و مقداری آرد کامل گندم که البته آرد گندم هم توی دستور این غذا هست. من اون اول که داشتم مواد رو اضافه می‌کردم فراموش کردم که اضافه کنم. حالا همه رو با هم خوب ترکیب می‌کنم انقدری که یک دست و کامل بشه به این شکل. توی تابه نچسبی مقدار روغن میریزم. اگه تابتون نچسب کاملا و سالمه نیاز نیستش که داغش بکنید، ولی اگه از تابه روحی یا استیل و یا تابه هایی که تفلونشون آسیب دیده استفاده میکنید، بهتره که حتما تابتون رو داغش کنید. بعد روغن بریزید و مواد کوکو رو بهش اضافه کنید. بعد از اینکه مواد کوکو رو اضافه کردم کاملا یک دست پخشش میکنم تا بعد از اینکه پخته میشن پفشون به صورت یک شکل باشه و میذارمش روی حرارت ملایم. پیازچه ممکن استش که خیلی زود بسوزه، بنابراین درش رو بذارین تا مغز پخت بشه و روی کوکو ببنده و نسوزه. بعد از اینکه زیرش گرفت برگردونید، برش بزنید و بذارید با حرارت کاملا ملایم، اون ورش هم سرخ باشه. حالا کوکوی ما آماده است. میتونید با لیمو ترش تازه، فلفلای رنگی، گوجه، زیتون و خیارشور نوش جان کنید و لذت ببرید.